گر دلی هر بنده اگر گنده است چاره خرسندی آن خنده است. خرسک زنان خنده کنید دوستان لبهای وا بر همه زیبنده است. هست دوا داروی ارزنده است دشمن هر درد و غم خنده است. درود به شما بینندگان عزیز و گرامی، مخلصان حجم و مسکه برنامه تلویزیونی شکرخند از مؤسسه دولتی تلویزیون سفینه. اینک باز در مهمانی شما عزیزان برنامه پسندیده تان با پیشنهاد صحنه های جالب و دیدنی. امیدواریم که از تماشای صحنه های نوبتی شکرخند برای خود چیزی میگیرید و حلاوت میبرید، چون که صحنه های ما از زندگی روزمره گرفته شده است. البته اکای جوار خان روای همین شعر رو خواندیم و یک چی به خاطرم رسید، یک لطیفه شوخ. چه لطفه؟ یک نفر نزد طبیب می آید. خب میگوید رفیق طبیب من شکایت دارم. خب طبیب هم از رویش نگاه میکنه میگوید چی شکایت داری برادر؟ میگوید مرا موی ریشم درد میکند. خب طبیب حیران میشه میگوید موی ریشتون؟ بله. میگوید شما سحر چی خورده بوده؟ سحر یک نان و یخ. طبیب حیران میشه میگوید برادر شما را نه دردتان نه خوراکتان به آدمی مانند نیست. البته انا این صحنه نوبتی در همین باره است. کنید ولی در آزمون فروغ سوپ دانایش رو کردی ها؟ یک قندو تبزا چخیل بعد یکم جو گرفتی نگرفتی؟ مرا هم گفتن که جای دیگه میگیر اگر کم تر دیگه کو برو میخوندی کو جای یکم میگرفتی بچم. مردیس قند تبزا انا برای همین خواندن نکر برای کوشش که انا سال دیگه میشه جای یکم بگیری ها بچه. خی انا که بچه موزی ما اومده میشه هم یک کم تر کار دارم ولی تو خونه برا بعد من میام مایلش. بچه چیکار کردم؟ السلام علیکم. سلام علیکم. شما نغزه سوزت اینجا؟ ترسوندیم بخشش اوستا نمیای رنگی تنگه میای اکا بخشش سلام در کرسه اکا جون در کیسه؟ با ماده چی؟ بیا ما رفتستم غم دکا سوزه نکه میشه وقت داره شکر مگه آمد اینجا کی تیقه پرسیدستی چی میگوی؟ میگم سلامتتون میشه وقت داره شکر گشتی مایده نه اومدیم اکور لیکن مرا سرم در کرسه اکا با ما چیکار کنیم سرده؟ 4 روزه هیچی نخوردم. 4 روزه؟ برا بخوی اگم چی با برا کجای میره خدمت؟ ندارم اکا برا کار که یا بچه بزباله بزنی درخت و دیوار چپا میشه نمیتونم اکا جون کار کنم. من کار کنم کو مزه میگریزم موی سرم در میکنم. رنگ همون صحنه گفتینه که موی سرم در نخود موی سر آدم در کنه. اکا عصبه چیه نمیدونم در میکنم. خواهی چی میخوایی تا اگرنی چی میگوی؟ اکا جون 10 سومنک تیه نکه اگرن چی خورم 10 سومنک جون من خلاص میشه آخی؟ ماش ما برای بچه بزباله کار که اگرن جده بیا که برا ما برام اکا جون یا 10 سومک دیگه نمیتیه نکه و چون میکنی 10 سومک؟ اکا من یکم که سیر نمیکنم تن توش مرا بین اکا جون خونه دادم 10 سومک چون میکنی با 10 سومک دیگه را؟ میگم اکا جون دویم بخورم این تن توش مرا بین اکا ما تن توش ده چی کار دارم؟ با دویم هم میخری خیلی بزباله مخی اکا سیر نمیکنم خیلی ما اینه ای سلامت باشه خیلی برا اگرین جون خلاص شده برا اکا یا 10 سومک دیگه هم نمیتی اکا جون بچه چی کار میکنی با 10 سومک دیگه را؟ میگم که اکا همه دیسرت هم بخورم